وطن دارای عزیز این ویدیو رو تا آخر سعی کنین. یک ایرانی رفت روسیه. давай. سعی کنین مگه وسایل تا جمع که از اینجا برو. Давай, вставай. Что? وقتی که در افغان ها میگه که اینجا کجا آمدن ایران کشور شما نیست شما مهاجر میشین یک روز نه یک روز از ما 10 تا باشه شما یک فرض سعی کنین Давай. از دیست میگیری این ویدیو رو که شما اینجا میبینین یک حقیقت انکار ناپذیره که کلان افغان ها اینجوری هستن و کافرون هم اینجوری دولت های خارج و اروپا و چین اینا از جرمنی تنها اجازه میتن یا از آلمان هم میتونه کس بیه؟ امی آلمان خودش جرمنی است. به حساب چطور کل دنیا یا انگلیسی بگویم جرمنی میگن. باز خود کسایی که در آلمان زندگی میکنن دوچلند میگن. بازی مردم های عام که ایران و اینا آلمان میگن. باز در خود اروپا نامای کل شامی کشورها فرق میکنه. مثال از من یک قضیه شده بود در ترکیه. از من چند تا دوستم سوال کردن که کجا میری؟ آلمان میری؟ من گفتم نه من آلمان نمیرم من جرمنی میرم. باز اونا خنده کردن همش سر من که آلمان و جرمنی هر دو تاش یکی است. باز من اینجا آمدم ولی اینجا نه آلمان است نه جرمنی. اینجا دویچلند است. حال همین افغان هم اومد یک قضیه برش پیش آمده. خوش آمدی بفرم را خدمت بباشید. افغانستان ولا فلبين؟ افغانستان ولا الهند؟ افغانستان ولا الصين؟ افغانستان ولا باكستان؟ افغانستان ولا بنگلاديش؟ کافر چارپای است، جرمنی چارپای است، امریکا چارپای است، انگلستان چارپای است. کسی که از حقوق بشر نام ببره، کسی که از حقوق زن نام ببره، کسی که از امثالش نام ببره یا از چارپای کده برتر. دروغ میگه خودش چارپای است. قضاوت به شما میسپارم، شما خودتون فیصله کنید. جنگ بین افغانی و ایرانی مردگان بیل بزن خرکار پدر سر چوچی سر خفه شد. واقعا کلیپ والی ساخته اگه خوشت آمد لایک فالو یادت نره کسنانه مادر جنده اصلا نمیشه تحمل کرد واقعا کونی دودو لایک یادت نره بعد پدرتو کونی کس مادر نالد. اونجا بابا کل که میزنه خیلی جالبه. رونالدو چینل یوتیوب باز کرده در 90 دقیقه 1 میلیون سابسکرایبر جمع کرده. وطن دارای عزیز ویدیو تا آخر نگاه کنین. یک سرباز ایرانی از همه ایرانی ها پول میخوایمش دام شد نمید. بعد یک بچه افغانی میاد او برش پول میده. نگاه یکی 2 ساعت اینجا بعد میخوام برم شهرستان هیچی پول ندارم تا میدون آزادی هم برم. گفتم تو مثلا میتونی یه خورده این مردانگی که مردم افغانستان داره مردم هیچ کشور نداره. از کودک 9 سالش بگیر تا پیرمرد 90 ساله 23 تومن 24 تومن دمت هم گرم.
دمت گرم. یه بغل بهم بده. اگر دمت گرم. زمین کارم رو پشت انداخت. اومد لای فالو یادت افغانستانی نه. هستی؟ دمت گرم داشت. خیلی آقایی. فقط داداش چه دقیقه؟ یه هم یک دوربین مخفی برم. داشت دوربین مخفی میگیره. می‌خواستیم ببینیم کسی به کسی کمک میکنه اگه مثلا سربازی چیزی باشه. در جایی که شیر زندگی میکنه بیخبر ندهین میخوریمتان. شکارچی با بشکه زد آمد شیر ترسید و فرار کرد. ای وطن میسازم آخر خودم میسازم. کافرار کدام جای در خانه بعضا شوتینگ داشته رو میشه بگین دوستایتان کسایی که در هند است. سلیم شاهین خود عشق میکنه. ما دوستای ما خود تقریبا 90% سینماگرای هندوستان رفیق و دوست ما است. یعنی گندگی کال دنیا اینا جور کردن اتون. واقعا براتون میگم اینا تمام دایرکتورایش احترام داره به مردم افغانستان نه به سلیم شاهین. اینقدر با غیرت مردم هستیم ما و شما. در هر جای انشالله یک نام نیک داریم انشالله. همون مردانگی ما کوکگی ما به در وقتی بیای خان صاحب مرا میگن سلیم خان. بشک. ببین گندگی سر گندگی تو بالیاز خدا بالیاز خدا. دکتر روسی میگه طبابت در روسیه اینقدر پیشرفت کردگی است که ما مغز یک نفر گرفتیم با مغز نفر دیگه پیوند کردیم بعد از یک ماه جور شد دنبال کار میگردن. دکتر آلمانی میگه طبابت در آلمان اینقدر پیشرفت کردگی است که ما قلب یک نفر گرفتیم در سینه نفر دیگه پیوند کردیم بعد از 3 هفته جور شد دنبال کار میگردن. دکتر آمریکایی خنده میکنه میگه طبابت در آمریکا اینقدر پیشرفت کردگی است که ما موی سر یک نفر گرفتیم در کله یک نفر دیگه پیوند کردیم بعد 2 هفته جور شد دنبال کار میگرده. دکتر افغانی بلند خنده میکنه میگه اینا خو هیچ چیزی نیست. ما در سال 2016 یک نفر بدون مغز بدون قلب و بدون موی را رئیس جمهور کردیم مال کل مملکت پشت کار میگرده. این افراد محتسبین وزارت امر به معروف و نهی از منکر مسئولیت دارند فرمان 35 ماده‌ای حکومت طالبان را اجرا کنند. قانونی که بایدها و نبایدهای زیاد را مطرح کرده. مثلا پنهان کردن صورت، صدا و بدن زنان از نامحرم، پوشش مردان در حد پنهان کردن زانو، مکلف ساختن کسبه بازار و نماز جماعت، ممنوعیت ربا و احتکار، اجتناب رانندگان از انتقال زنان بدون محرم و بی‌حجاب، جلوگیری از تهیه و تماشای عکس و فیلم از جانداران، جلوگیری از تراشیدن ریش و اصلاح مو برخلاف شریعت، ممنوعیت فروش و استفاده از اعضای بدن انسان و جلوگیری از ترک و قضا کردن نماز. این قانون به محتسبین اجازه داده که در مواردی افراد را به دادگاه معرفی کنند. مثلا فردی که مکرراً بدون عذر شرعی نماز نخواند یا هرگاه اهالی یک منطقه به طور گروهی اذان و نماز جماعت را ترک کنند به دادگاه معرفی خواهند شد. در ماده 24 این قانون دست کم 7 مرحله تعزیر و تنبیه متخلفان بیان شده، از توصیه و ترساندن از عذاب الهی گرفته تا 3 روز حبس. مبنای این قانون شریعت و فقه حنفی بیان شده. این مورد در کشوری که شیعیان هم زندگی می کنند می تواند مسئله ساز باشد. همچنین تناقضات اعلامی و رفتاری دیده می شود. از یک طرف در قانون بر جلوگیری از تهیه و تماشای عکس و فیلم جانداران تاکید شده، از طرف دیگر همه مقام‌های طالبان بجز هبت الله آخوندزاده رهبرشان جلوی دوربین نشستند. علی حسینی، BBC.